آقا بعد سالها برنامه من و دوستان با هم یکی شد که بتونیم بریم شمال. تقریبا یه سالی هست که ما هر سری داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم که بریم مسافرت، ولی هر دفعه یکی نمیتونه. این دفعه هم که تونستیم همه رو با هم جمع کنیم، آب و برق کشورمون تموم شد. حتی میایم یه کاری بکنیم یا برق میره یا آب قطع میشه، بیرونم که گرم. روز اول هر سفری هم که باید به خرید بره. برای همین مجبور بودیم همش بریم بیرون که خریدا رو بکنیم. همه جا هم که برقاش هی میرفت و همه وسایلی که توی سوپرمارکت‌ها بود تقریبا آب شده بود. ولی خب چه میشه کرد که من هر دفعه که یه جایی از ایرانو میرم میگردم، واقعا بیشتر به این پی میبرم که چقدر کشورمون خوشگله و ناراحت میشم از اینکه چرا باید اینجوری بگذره. آدمای دوست داشتنی، شهرهای خوشگلمون و با یه چیزی که از همه بیشتر حال میکنم، شب زنده‌داری مردممونه. و منم که عاشق شهر، روزاشم به این فکر میکردم که تو این شرایط سخت بی آبی، بی برقی، استرس جنگ دوباره، میتونه قشنگ مردم یک کشور رو افسرده و مرده کنه. اما ما ایرانی‌ها داریم همه تلاشمون رو میکنیم نذاریم این اتفاق برای کشورمون بیفته.